سلام بینندگان عزیز، امروز جمعه 8 نوامبر است. ساعت به وقت شهر پراگ رسیده. حالا فرصت اعلان سرخط موضوعهای برنامه خبر امروز فرا رسید. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخباری آزادی ساعت رسا یک در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب تماشا کنید. از حمله پیروان داعش به دیدبانگاه اشقاباد در مرز تاجیکستان ازبکستان 2 روز سپری شد و با وجود آنکه که مقامات درباره این حادثه تفصیلات نمیدهند، جزئیات آن تدریجا آشکار می شود. مقامات شماره قربانیان شب خون شب 6 نوامبر را از جانب مرزبانان و کارمندان میلیسا 2 نفر گفته بودند. دیروز رادیو آزادی با تکیه به منبع‌های مستقل شماره قربانیان را 5 نفر گفته بود، اما تا این لحظه به دست ما اطلاع رسید که قربانیان حمله 7 نفرند. بیننده ارجمند، این خبر هر لحظه تکمیل می یابد و جزئیات نو آشکار می شود. منتظر باشید. در برنامه اخبار ما شما را با تازه ترین اخبار مربوط به این حادثه مدهش آشنا می کنیم. سفر پرزیدنت امامعلی رحمان به اروپا که 4 نوامبر شروع شده بود ادامه دارد. روز گذشته 7 نوامبر رئیس جمهور از شویتزاریا به فرانسه آمد. رئیس جمهور در شهر پاریژ با رهبر اسماعیلیان جهان آقاخان 4 و هم تاجران و رهبران شرکت‌های عظیم فرانسه دیدار و ملاقات داشت. در این ملاقات از جمله میان شرکت آلومینیومی تاجیکستان تالکو و شرکت فیفزی فرانسه برای تجدید کارخانه آلومینیومی تاجیک موافقه حاصل شد. دیروز در شهر پاریژ همچنان همایشی تاجیکان مقیم فرانسه با پرزیدنت دایر گشت. در پس منظر این دیدارها چندی از گروه‌های مخالفین تاجیک هم گردی همایی‌های اعتراضی دایر کردند. تفصیلات سفر رئیس جمهور را در برنامه اخبار برایتان خواهیم گفت. میت این ازبکستان جای مال چین و ترکیه را در تاجیکستان میگیرد. از خوب شدن روابط و بیکار شدن نظام ویزا میان تاجیکستان و ازبکستان قریب 2 سال سپری می شود. در این مدت تجارت میان دو کشور خیلی رواج یافت. مکنون مال استحصال ازبکستان در رفهای فروشگاه‌های تاجیکستان زیاد به چشم می‌رسد. تا کنون بازارهای تاجیکستان مال محصولات چین بودند و اکنون مال ازبکستان تا جای آن را در بازار تاجیکستان تنگ کرده است. همکاران ما در شهر دوشنبه و بازارهای پایتخت رفتند و تشخیص می‌کنند که تا کجا مال‌های ازبکستان در رقابت با مال‌های چین پیروز آمدند و این برای خریدار تاجیک چه اهمیت دارد. منتظر باشید. در برنامه اخبار در این باره برایتان گزارش خواهیم داد. 90% مخدرات در جهان از کوکنار افغانستان تولید می شود، اما از زهر کوکنار افغانی نه تنها خارجی ها بلکه شهروندان خود افغانستان از جمله زنان معتاد می شوند. شمار زنان نشأمند در افغانستان رو به افزایش است و یک سازمان محلی با تشکیل یک کارگاه صابونپزی زنان نشأمند را به این کار جلب کرده می خواهد از این راه آنها را از این ورطه زندگی بیرون کشد. تا کجا تجربه او موفق است در برنامه اخبار برایتان نمایش خواهیم داد. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا میسازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک ادنا کلاسیکی همراهی کنید.